حضرت عیسی علیه السلام در تابستان به دنیا آمدند یا در زمستان؟ مردم تمام دنیا یعنی نصارای دنیا اعتقاد میکنند که حضرت عیسی یا 24 دکبر یا 1 ینور به دنیا آمدند، یعنی در فصل زمستان، و این خطا هست. هم از نگاه انجیل که کتاب مقدس ایشان است و هم از نگاه قرآن. در انجیل هم آمده است که وقتی که حضرت عیسی علیه السلام تولد شدند، وقتی بود که گندم ها علاقه سنبل داشت، یعنی خوشه داشت. در انجیل آمده است. در سوره مریم در قرآن کریم آمده است که ببینید حتی الله تعالی یک سوره را به نام حضرت مریم ماندگی است، یعنی مادر عیسی علیه السلام. مریم که مادر حضرت عیسی علیه السلام هستند، در کدام فصل عیسی را تولد کردند؟ ببینید سوره مریم آیه 25 الله تعالی میگوید که هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. و هزی درختی تنه درخت خرما را بلرزان، تساقط علیک رطبا جنیا. وقتی که این گونه میکنی به تو رطب میفراید، رطب میافتد از درخت. رطب این خرمای تر است. خرمای تر در ابتدای فصل تابستان می شود و وقتی که خرما به درجه میپزد، بعد در این صورت اندک باده و اندک لرزش میتواند آن را به زمین ریزاند و این در فصل زمستان نمی شود. و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. و خلاصه در این آیات باز تفسیرش زیاد است. فایده های خرمای تر برای زنهای حامله دار یا برای زنهایی که تولد کردند یا تولد کردنی هستند عظیم است. از نگاه طب و دیگر مسئله ها را این آیات در بر گرفته است. لیکن یک چیز مسئله همین مهمش برای ما این است که تاریخی که اینها تاریخ گذاری کردن تاریخ خطا است. یعنی که حضرت عیسی در زمستان تولد نشدند، در تابستان تولد شدند.